داستان عجیبی و قهرمان داستان عجیبتر. پس تا پایان این داستان با ما همراه باشید. صحنه سن سیرو. بازیگران دو تیم اینتر میلان و بارسا. بهترین بازیگر نقش اول کسی نیست جز فرانچسکو آچربی، مدافعی که بعد از نبرد با مرگ این بار در صحنه زندگی می جنگه. آچربی برای درمان سرطان سال 2013 از ساسولو جدا شد. صبحها سریال دکتر هاوس میدید، ظهرها میخوابید و شب تا صبح در کلوب شبانه بود. از سایه خودش میترسید و همین ترس انگیزه‌ای شد برای زندگی. آچربی از لیگ‌های پایین ایتالیا اومد، از عشق پدرش، از کابوس‌های گذشته و حالا در شبی سرنوشت ساز با گل دقیقه 93 گذشتش رو به رخ میکشه و نماینده تمام کسانی میشه که شکست ناپذیرن. و حالا آچربی با تتوی دو بال گشوده روی پشتش با اینتر به فینال پرواز کرده. این تازه آغاز یک ماجرای شگفت‌انگیزه.